دارن. یا بچه مدرسه‌ای دارن یا بچه مدرسه‌ای ندارن. یا بچه دارن اصلا مدرسه نمیره. نگاه کنید همشون از این برگ دارن، یا بچهشون مدرسه رو هست، یا بچهشون به سن مدرسه نرسیده، یا اصلا بچه ندارن ولی همه از این برگه دارن. اینها کسانی که بچهشون مدرسه میره ما نامه بهشون میدیم، 3 تا نامه بهشون میدیم. یکی که بچه مدرسه داشته باشه، یه نامه برای 3 ماه مهلت داره بچه درس بخونه تا خرداد. یه نامه میدیم برای بانک 100 میلیونشو بگیره اگه پول گذاشته باشه. یه نامه هم میدیم برای کنسولگری ایران تو افغانستان اگه کد شناسه شغلی داشته باشه، اون برگ سفید کارگری. این فرد سرپرست خانواده رو میبره میذاره افغانستان، خودش با شناسه شغلی و نامه که ما میدیم به کنسولگری ایران در افغانستان میتونه برگرده بیاد، میتونه برای انجام کار بیاد اینجا، ولی خانواده باید اونجا دیگه باشه. برای بچه مدرسهش دولت ایران برنامه‌ریزی کرده مثل دوران کرونا از طریق اینترنت کلاس آموزشی در افغانستان. بچه‌ها درس میخونن، ازشون امتحان گرفته میشه، بهشون مدرک میدن. اینم تکلیف بچه‌های مدرسه‌ای که تا الان تو ایران درس میخونن، ادامه درسشون در افغانستان. کسانی که بچه مدرسه‌ای ندارن یا بچه دارن به مدرسه نرسیده، اونا رو ما 1 ماه مهلت میدیم. اونایی که مدرسه دارن رو نامشون 3 ماه مهلت میدیم که تا خرداد بچه درس بخونه. اون که بچه مدرسه نداره اون 1 ماه مهلت میدیم. اینجا با صاحبکارش، صاحبخونه‌اش، هر کسی هست پولی طلبی فلان داره انجام میده، کشور رو ترک میکنه میره اونجا. اگر شناسه شغلی داشته باشه همون برگ سفید کارگری، یه نامه بهش میدیم به کنسولگری ایران در افغانستان، میتونه بره اونجا پاسپورت بگیره بدون که تو نوبت ویزا وایسته. این اولویت رو دولت برای این قرار داده که میتونه برگرده بیاد برای انجام کار.